معنای شرک را در لغت و اصطلاح عقیده بدانیم. خود شرک است در لغت به معنای از کلمه شریک کردن گرفته شده. شرک به معنای چی است؟ شریک کردن. شرکت چرا شرکت میگن؟ شرکت چرا شرکت میگن؟ به خاطر ازی شرکت میگن که در او چند نفر یا 2 نفر یا 3 نفر یا 4 نفر چی میباشه؟ شریک میباشه. و شرک چرا شرک میگن؟ به خاطر ازی که در عبادت در 5 چیز که ما شما دیروز گفتیم یک مخلوق شریک میسازه. یا در ذات الله شریک میسازش، یا در صفات الله شریک میسازش، یا در عبادتش شریک میسازه مخلوقه، یا در اطاعتش از شریعتش شریک میسازش، یا در افعالش. دیروز ما شما هم یاد گفتیم 5 چیزه. پس فکرتان باشه مثلا چرا شرک گفتیم که چرا شرک میگن؟ به خاطر ازی که مخلوق در یکی از اختصاصات خالق، چیزی که مربوط به خالق میشه، او را هم دو چی میکنه؟ شریک میکنه. عالی، این نقطه بسیار مهم است که شریک ساختن خالق با مخلوق به اعتبار فیصدی مهم نیست که مثلا یک نفر بگویه فلانی 50% شرک آورده، فلانی. من براتون یک مثال میدم. مثلا من یک شرکت ساختم، شیخ صاحب گفتم شیخ صاحب شما چند فیصد کتم شریک میشین؟ یه گفت استاد من 40% شریک میشین. شیخ دیگر گفتم شما صاحب چقدر شریک میشین؟ یه گفت که من 10% شریک میشین. و برادر محترم گفتم که شما چند فیصد کتم شریک میشین در این شرکت؟ یه گفت والا شما چند هزار انداختین؟ او 40,000 20,000. او گفت والا من $20,000 ندارم، 1,000 دارم، من 1% شریک میشم. و دیگه برادر محترم گفتیم که تو چقدر شریک میشی؟ میگه والا من $500 دارم، من 0.5% چی میشم؟ شریک میشم. آل شریک شد، خواه 50% باشه، خواه 20% باشه، خواه 1% باشه و خواه هم 0.5%. شرک در شرکی که اینجا در عقیده میه، یک کس از 50% شرک میکنه، یک کس از 80% شرک میکنه، یک کس از 0.5% شرک میکنه، یک کس از 1% شرک میکنه. کل جمله مشرکین داخل میشه. خطرش در اینجا. فهمیدین نه؟ بازو تو گفته نمیدونه که ای پروردگار من خود نمازم برای تو خواندم، روزه برای تو گرفتم، فلانی تنها نظر من به مخلوق کردم. ولو که 0.5% هم شرک بکنه، این در شرک چی است؟ داخله. با اونمو کسی که 80% شرک میکنه، اردوش چی میشه؟ یکسان میشه. خب پس شرک در لغت به معنای شریک است. و در اصطلاح چی رو میگن؟ در اصطلاح شریک کردن، اینجا در عربی میگه تسویت غیر الله بالله فيما هو من خصائصه. تسویت غیر الله بالله، مساوی ساختن مخلوق با الله در چی که خصائص الله است. فيما هو من خصائصه، یعنی یک کس غیر الله را با الله در یکی از خصوصیت هایش چی میسازه؟ شریک میسازه. و ما و شما گفتیم که خصوصیت های الله 5 چیز بود. اینال ذات خالق یگانه هست، یک کسی مثلا شریک میسازه در ذاتش، یک کسی در صفاتش، یک کسی در افعالش، یک کسی در اطاعتش، یک کسی در عبادتش. پس مثلا یک کسی شریک میسازه در ذاتش چه قسم؟ مثلا نسبت میده به الله نسبت دختره یا پسره یا مادره یا پدره یا شریکه یا ماننده یا سکرتره یا رئیس دفتره. متوجه شده؟ کل از چیش داخل میشه؟ در شرک داخل میشه. یا باز مثالش پسان بر شما میالختن تعریفش است. پس شرک در اصطلاح چی است؟ شریک کردن مخلوق در یکی از 5 چیز. آسانش شریک کردن مخلوق در یکی از 5 چیز. این 5 چیز چی بود؟ ذات، صفات، افعال، عبادت و شریعت. فهمیدید نه؟ در یکی از یک کس را شریک ساخت
یعنی باز در شرک داخل میشه.